بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه دانش آموزان عزیز. توی این جلسه میخوایم دیگه در واقع فور رو جمع‌بندی بکنیم و بریم سراغ حلقه بعدی که وایل هست. منتها برای جمع‌بندی فور من هم یه دور مرور میخوام بکنم موارد مهمی رو که گفتم، همین که یک سری نکات رو براتون بگم که در نظر داشته باشید. ببینید، ما همونطوری که گفتیم توی حلقه فور یک مقدار دهی اولیه داریم، یک شرطی داریم که تا اون شرط اوکی باشه فور ما ادامه پیدا میکنه و یک مقدار تغییر شمارنده داریم که آی پلاس پلاس یعنی یه دونه. همونطوری که دیدید من اینجا شرط رو مثلا 10 میذارم. خب با این اوصاف اعداد 0 تا 9 چون مقدار اولیه 0 و نرسیده به 10 یعنی 9 در واقع شرط ماست و یکی یکی داره میره بالا. این عدد 0 تا 9 توی خروجی برای من چاپ میشن. حالا اگر بیام اینجا به جای آی پلاس پلاس بنویسم آی مساوی است با آی به اضافه 3، اگر این کارو بکنم مشاهده میکنید که سه تا در واقع این اتفاق رخ میده، چون من مقدار شمارش یا گام های شمارش رو تغییر دادم. حالا برعکسش من بهش میگم از 10 بیا تا جایی که بزرگتر از 0 هست، یعنی دیگه به 0 نرسه، و حالا بهش میگم آی منها یعنی آی یکی یکی کم بشه. ببینید از 10 تا 1 شمارش معکوس برای من انجام میده، چون این مقدار دهی به این شکل اول 10 تا جایی که بزرگتر از 0 باشه اوکی ادامه پیدا میکنه، حالا یکی یکی کم میشه. الان ببین مثلا میگم دو تا کم شه، آی مساوی است با آی منهای 2، همونطوری که میبینید دو تا کم میشه. من با این شرط میتونم بازی هم بکنم، یعنی مثلا فرضاً بذارید من اینو بکنم آی پلاس پلاس، اینو بذارم روی 0، اینم بذارم کوچکتر، اینم بذارم 10. من میتونم اینجا مساوی هم بذارم، مثلا شرطمون کوچکتر، همون چیزایی که قدیم یاد دادیم، همون در واقع توی اون قسمت عملگرها اینا همه توضیح دادیم. آی کوچکتر مساوی با 10. ببین الان خود 10 رو هم شامل میشه. اگر من مساوی رو نذارم الان هنوز سیو نکردم، اینجا رو ببینید الان سیو میکنم دیگه 10 نیست چون نرسیده به 10 هست. پس ببینید من برای این که در واقع بخوام یک دستور رو به تعداد مورد نیازم اجرایی بکنم باید به این شکل از حلقه استفاده بکنم و کاربردش در برنامه‌نویسی برای من این هست. مثلا من الان میتونم این آی شمارنده است، اصلا میتونید توی حلقه چاپش نکنید. من مثلا اینجا 10 بار به کاربر میخوام سلام بکنم، یا مثلا میخوام توی برنامه این مدلی باشه که 3 بار طرف رمز رو اشتباه زد دیگه بهش اجازه لاگین تا 60 ثانیه داده نشه و مثال های از همین قبیل. خب امیدوارم که دیگه حلقه فور رو کامل یاد گرفته باشید.